عکس لاشه F35 منتشر نمیشد که وقت تحلیل نکنن متوجه میشن سامانه ما چجوری زده. این از این وجه بود که زیاد پرسیده میشد اگر زدین چرا لاشش منتشر نمیشه. چون شما وقتی این رو منتشر بکنید از روی نحوه اصابت و اتفاقاتی که براش افتاده و المان‌هاش میشه این رو در آورد که اون سامانه پدافندی تا حد قریب به یقین چگونه کار کرده و چگونه زده. خب بعد اون میره ارتقا میره دیگه و قرار نیست ما این رو مشخص کنیم. اول تکذیب شد از اون سمت، ایران یه کد داد، بعد 4 بار دیگه تکرار شد. یعنی آمار رسمی 5 تا F35 رو اعلام میکنه. دیروز ترامپ اعلام کرد که ما اطلاع داریم خلبان دست ایران زنده است. خلبان دست ایران زنده است یعنی زدیم اجکت کرده. اون هم تایید کرد اصالت. F35 جنگنده نسل 5 تا رو تو دنیا ساقط نشده. مثلا قلهش که F35 اونم کدوم F35 نه F35 تیپ A که دست کره جنوبی و ژاپن، حتی نه تیپ B که دست خود آمریکاست. تیپ B پلاسی که خاصتا لاکهید مارتین این رو به سفارش رژیم جوری طراحی کرده که دقیقاً برای جنگ الکترونیک مقابل موشک‌های کنترل پذیر ایران بتونه کار انجام بده.